خوردن همه جای گوسفند حلال است. یعنی منظوری بعضی از دوستداران گوسفند هست که هر جایی نازک گوسفند را نیز میپرسند آیا این را خوردن ممکن است یا نه؟ بعضی مخصوصا بعضی عضوهای تناسل، بعضی جاهایی که قصابها آن جاها رو بریده میپرتایند. لیکن من منظور شما رو فهمیدم. اینجا مسئله بعضی علما مثلا مکروه گفتن. مکروه به معنای نخوری خوب است. نخوری خوب است. مقصد از جهتی آنکه در عرف چیزی نامشان بیزیب هست، مثلا از همین جهت نخور گفتن، مکروه هست گفتن. لیکن اگه دلیلی از جانبی الله تعالی، از جانبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به حرام بودن او قطعیاً نآمده است، بنابراین صراحتاً حرام گفته نمی شود. خب جایهای خوبی دیگر دارد گوسفند و بعضا این سوال خب تبسمی کس را می آورد، واقعا همین خیلی هم هست. اما ببینید که مثلا جایهای از همه بهتر و با مزه تر، با لذت دارد گوسفند، اما هستند نفرانی که شاید دوست داری همون جایهای نازک گوسفند باشند.